خیلی خوشحالم که بازم توی برنامه خودت شرکت کردی. خوش اومدی. بله. موافقی حرف بزنیم؟ بله. اصلا راجع به حرف زدن حرف میزنیم. بله. شما بیشتر با اشاره حرف میزنی یا با زبون؟ با زبون. خب آقا یاسین خیلی حرف میزنی؟ من بیشتر عادت کردم گوش بدم تا حرف بزنم، برای همین دوست دارم از همه چیز سخت‌تر بیارم. گوش میدم. پس شما زیاد حرف نمیزنی؟ نه، ولی یه خاله دارم بابا میگه همه مردم زمین جمع شن نصف خالتم نمیدونه حرف بزنم. یعنی خالت خیلی حرف میزنه، درسته؟ بله. خالت حرف میزنه چی میگه؟ غذا میپزه. غذا میپزه؟ یعنی با حرف زدن غذا میپزه؟ بله. چطوری؟ یه شب ما رو دعوت کرده بود خونه خودش، بعد خاله کوچیشم و خاله بزرگم و مامان بزرگم و اینا جمع شده بودیم داشتیم حرف میزنیم. و 3 شب بود بابام در رو باز کرد، اومد تو گفت ای بابا چقدر کله مردم رو بار میذارید، بذارید زمینون دیگه زود پزو. بعد که بابام رفت اینطوری به هم نگاه کردن، دوباره نشستن تا صبح با هم حرف زدن. پس زیاد حرف میزنن اینا. خب آقا یاسین، بله. شوهر خالت به حرف زدن خالت مشکل نداره؟ نه، ولی میگرن گرفته. میگرن گرفته؟ چه ربطی داره؟ خودش میگه من از دست حرف زدن خالت میگرن گرفتم. پس خودش آدمی کم حرفی آره؟ این که حرفاشو با بوق میزنه. چجوری؟ باید تو ماشینش باشی، جلو میره بوق میزنه، راست میره بوق میزنه، چپ میره بوق میزنه، دست انداز میرسه بوق میزنه. بعد مامان بزرگم میگه اگه این آقا سعید رو ولش کنی بوق ماشینش رو میکنه میاد خونه. آب میخواد بوق میزنه، دستشویی میره بوق میزنه، همون میره بوق میزنه. آقا فقط بوق میزنه. آره بوق میزنه دیگه. پس آقا یاسین شما معتقدی ما آدم بزرگا کمتر حرف بزنیم بهتره آره؟ آره، ولی یه چیز بگم بین خودمون بمونه. باشه. از وقتی که من میام تلویزیون، اون شوهر خالم که فیلم بازی میکنه نریم خونشون، اون عمم که اینجوریه، اون شوهر عمم که موزیسیانه، نه دیگه من کار میکنن نه حرف میزنم. میگن یاسین 2 چش داره، زد میکنه میره تو تلویزیون میگه آبرو واسمون نمیذاره. یعنی خیلی خوبه آقا یاسین که ما آدم بزرگا همیشه فکر کنیم 2 چشم مثل یاسین داره ما رو نگاه میکنه، اون وقت فکر میکنم بیشتر مواظب رفتار اون هستیم نه؟ خب عمو خیلی خوش اومدی، خیلی خوش